من هیچگاه گریه نکردم. چون گریه میکردم افغانستان را از دست میدادم. ولی یک بار نتوانستم اشکم را نگاه دارم. زمانی بود که تحت فشار سخت دشمن قرار داشتیم و بدون غذا و لباس گرم به سر می بردیم. روز بیرون از قرارگاه رفتم و زنی را دیدم که کودک را در بغل داشت. کودک از بغل مادرش پایان آمد و رفت طرف بوته. علفش را برکند و ریشه های پر از خاکش را خوردن گرفت. ترسیدم که مادر به طرف من فریاد میزند و میگوید ای خاک بر سرت مسعود، با این جنگ هایت. ولی مادر به کودکش گفت بخور پسرم، باکی ندارد. خاک میخوریم ولی خاک نمیدهیم. بدون اختیار اشک از چشمانم جاری شد. سخت گریستم.